GX2 یا لونا ببینید مثل سری مرکوریال که بدون ساقاش میشه ویپور و ساقداراش میشه سوپر فلای. از نظر استایل کفش و طراحیش که خیلی نسبت به نسل قبلی بهتر. گفتم روی استوک از روی دو تیکه تبدیل شده به یه تیکه و همینم باعث شده جلوی استوک خیلی نرمتر باشه. این باعث میشه که کنترل توپ بهتری داشته باشین. اون موقع زیاد به اسم فانتوم نمیشناختنش، همه به اسم هایپر ونوم میشناختنش و خودتون ببینید هر کدوم از این ویژگی‌ها رو دوست دارین این استوک میتونه واسهتون مناسب باشه. روی رفقای میلانلو کوچیکتون سالارم، خیلی خوش اومدیم به تیم میلانلو. امروز اومدیم با بررسی نایک فانتوم GX2 بدون معطلی بریم بازیش کنیم. این آخرین نسل از سری نایک فانتوم است، نایک فانتوم GX2. اول از همه بگم که این GX2 یا لونا، ببینید قبل از این که اصلا این بیاد تو بازار و هنوز نایک فانتوم GX بود، یه مدل معرفی شد به اسم فانتوم لونا ساقدار بود و اولین بار این فناوری 360 توش معرفی شد. بعد از اون سری GX2 طراحیش رفت به سمت اون لونای اولی که معرفی شده بود و هم ساقدار هم بدون ساقا اون فناوری 360 اومد توش و طراحیش مثل اون شد. ببینید مثل سری مرکوریال که بدون ساقاش میشه ویپور و ساقداراش میشه سوپر فلای، تو سری GX2 هم همینه. این بدون ساقا الان این میشه GX2، ساقدارش میشه لونا. بس اینم از خب یه نگاهی کلی به طراحیش بندازیم بعد بریم واسه ریز جزئیاتش. از نظر استایل کفش و طراحیش که خیلی نسبت به نسل قبلی بهتر شد. رویش نسل قبلی دو تیکه بود، الان یه تیکه است و نسل قبلی هم صاف بود ولی این الان سه بعدیه و تکسچر داره. قبلی یه نایک کوچیک اینجا داشتیم که هنوزم هست ولی اون نایک بزرگی اومده این کنار. شکل زبون این جلو که هیچ فرقی نکرده و مثل نسل قبلیه. پشت استوکم که هیچ فرقی نده ولی زیر استوک خیلی فرق کرده، از استوکای دایره‌ای و ستاره‌ای تبدیل شده به استوکای صاف و خطی و فناوری 360 هم که دیگه هم به استوکای بدون ساق اضافه شده هم استوکای ساق داره. از نظر وزنی هم که یه استوک خیلی سبک و مناسب 215 گرم وزنشه. بریم واسه ریز جزئیاتش. همونجوری که گفتم روی استوک از روی دو تیکه تبدیل شده به یه تیکه و همینم باعث شده جلوی استوک خیلی نرمتر باشه و پاتون خیلی بهتر بتونه توپو لمس کنه و انگشتاتون هم آزادی عمل خیلی بهتری داشته باشه، مخصوصا انگشت شستتون زیاد اذیت نشه. این باعث نشده مقاومت استوک اونچنان بیاد پایین و هنوزم این استوک مقاومت و مراقبت خوبی از پا داره. ما اینجا دیگه رویای صاف نداریم و تکسچر داره و برجسته است و این خیلی میتونه توی کنترل توپ ها و ضربه های دقیق که میخوای بزنین بهتون کمک کنه و توپاتون لیز نخوره. یعنی چی لیز نخوره؟ یعنی واسه وقتایی که شرایط مرطوبه، زمین یا هوا مرطوبه، باعث میشه که کنترل توپ بهتری داشته باشین. یکی از بهترین نکات مثبتی که این استوک داره فیت شوندگی بالاشه که خیلی خوب با پا شکل میگیره و جذب پا میشه و یکی از مناسب ترین گزینه‌ها میتونه واسه پنجه پهنا باشه چون هم کامل فیت پاشون میشه و هم خیلی راحته و کنار انگشت شست رو زیاد نمیزنه. همونجوری که میبینین این نظر یکی از رفقای تیمه که پنجه پاش پهن بود و این استوک انتخاب کرد و کاملا تونسته رضایتشو بگیره. این مدل بندای کج مخصوص خود نایک فانتوم اولین بار تو سال 2013 به اسم نایک فانتوم هایپر ونوم وارد بازار شد که حتما تو پای نیمار دیدینش. اصلا این امضای نایک فانتوم است که بنداش کج باشه. اون موقع زیاد به اسم فانتوم نمیشناختنش، همه به اسم هایپر ونوم میشناختنش و الان دیگه اون دیگه تولید نمیشه. این مدل بندای کج نایک فانتوم باعث میشه که فضای بیشتری واسه لمس توپ، کنترل و ضربه به توپا داشته باشه تا توپ به این بندا نخوره و منحرف نشه و بتونین کنترل بهتری داشته باشی. از نظر این زبونش هم کشش کیفیت خیلی خوبی داره و قشنگ به مچ پاتون میچسبه. حالا شاید توی مدت زمانی که استفاده کنین یه ذره شل بشه و دیگه مثل اولش به پاتون نچسبه که اینم دیگه طبیعیه، چیزی که استفاده میشه دیگه این اتفاق واسش میفته. خب بریم از نظر زیر استوک. زیر استوک مثل نسل قبلی یه تیکه است ولی سری قبلی دایره‌ای و ستاره‌ای بود، این الان خطیه و کاملا این استوکو سرعتی تر کرده. فناوری 360 درجه که از لونا 1 به GX2 اومد و دیگه ادامه داره چون استوک در همه جهت کار شده واسه اینه که توی تغییر جهت‌ها و حرکات انفجاریتون بیشتر ثبات و چسبندگی رو باهاتون به زمین بده تا بتونین با ثبات خیلی بیشتری حرکاتتون رو انجام بدین و از آسیب‌های احتمالی مثل پیچیدن مچ پا جلوگیری بشه. خب رفقا از همه جهت بررسیش کردیم. حالا واسه چه بازیکن مناسبه
خودتون ببینید هر کدوم از این ویژگی ها رو دوست دارین، این استوک میتونه واسهتون مناسب باشه. ولی اگه بخوام پست بازی خاصی رو بگم، این استوک واسه کسایی که سرعتیان خیلی مناسبه، واسه کسایی که ضربه بی توپای زیادی دارن میتونه خیلی مناسب باشه. از نظر پستی بگم بجز گلر و دفاع آخر این میتونه بهترین انتخاب واسه هر پستی باشه. ببینید من نمیگم گلر و دفاع آخر نمیتونن رو بپوشن، ولی انتخابای خیلی بهتری داریم تا مراقبت بیشتری از پاشون بشه، عمر استوکشون بیشتر بشه، چون ببینیم درگیری‌های فیزیکیشون بالاتره. هر چه استوکشون مقاومتی تر باشه طبیعتاً عمر استوکشون هم بالاتر میره. خب رفقا، امیدوارم که این ویدیو واسهتون مفید بوده باشه تا بتونین بهترین انتخاب داشته باشین. واسه سفارش این استوک یا هر استوکی که بخواین و هر سوالی داشته باشین میتونین به تلگرام که لینکش رو تو دیسکریپشن میذارم به پیام بدین و من در خدمتتون هستم و به امیدی که بهتر باشیم.